حکمتیار صاحب گفت جمع میکنم یک درستی رو که یک کار خو امر بسای یک دفعه بسای کلان آدم هستی کار میتونستگی را بگو نمیتونستگی را تیر شو گفت تیر کو اینجا از نظام دفاع میکردگی هست اول شخص خود ما دو دفعه سه دفعه ما با حکمتیار صاحب مواجه شدیم این اخطار دادن به یک رئیس جمهور نیست دکتر صاحب شوری اخطار به این نظام است ما با قاطعیت از این نظام حساب نپاشه دفاع میکنیم اگر هدایت شود در 2 الی 3 ساعت 4 ساعت 2-3 هزار شیر بچای جوزجان شمال قطع میرسیم اگر ارک نزدیک شده باز دیگه برآمدن هم فکر کو کجا میبرایی